диққат, шумо ба ҳеҷ ваҷҳ дар наворҳо чизеро аз олами ғайб нахоҳед дид. танҳо барои дарк ва наздик ба тасаввур ва тафаккур кардан аз ин наворҳо истифода кардаем. аммо ҳеҷ як неъматҳои ҷаннатро наметавонем тасаввур кунем ва ҳеҷ як зарра азоби дузахро қодир ба бардошт бошем ва наметавонем тасаввур кунем. инчунин агар дар хондан ё тарҷумаи маънои қуръон хатогие карда бошем, аллоҳ моро бубахшад. сураи воқеа яъне қиёмат дар Макка нозил шудааст ва аз 96 оят иборат аст. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام الله بخشاینده مهربان. اذا وقعت الواقعه هنگامی که واقعه برپا شود یعنی قیامت واقع شود، لیس لوقعتها کاذبه که واقع شدن آن را یگان کسی دروغ گوینده نیست. خافضة رافعه قیامت دشمنان الله را در دوزخ پست کننده است و دوستان الله را در جنت بلند کننده. اذا رجت الارض رجا آنگاه که زمین به سختی بلرزد و بست الجبال بسا و کوه‌ها به پررگی ریزه ریزه کرده شوند، فكانت هباء منبثا و چون غبار در هوا پراکنده گردند. وكنتم ازواجا ثلاثه و شما ای مردم سه گروه خواهید شد. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة پس گروهی راست صاحب جایهای عالی‌اند، چی خوب است جایگاهشان. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة و گروهی چپ صاحب جایهای پستند، چی بد است حالشان. والسابقون السابقون و پیشصفان سوی خوبی ها در دنیا، آنها پیشصفان سوی درجه ها در آخرت می باشند. کسانی که در دنیا در انجام دادن کارهای خوب پیشصفند، در آخرت پیش از همه وارد جنت می شوند. اولئک المقربون اینها مقربان درگاه الهی هستند، نزدیک کرده شدگانند در نزد الله. فی جنات النعیم در بهشت های پر ناز و نعمت خواهند بود. ثلة من الاولین داخل می شود به جنت گروه از پیشینیان این امت و امتان دیگر. و قلیل من الاخرین و شماره اندکی از پس آمدگان هستند. علی سرر موضونه بر تخت های گوهر نشان خواهند نشست. متکئین علیها متقابلین تکیه زده روبروی یکدیگر نشسته باشند. یطوف علیهم ولدان مخلدون بر گردی آنها می گردند، برای خدمت آنها پسرانی همیشه جوان که پیر نمی شوند و نمی میرند. بأکواب و اباریق و کأس من معین با قدح ها و کوزه ها و جام های از شرابی که در جنت جاری است. لا يصدعون عنها ولا ينزفون که از نوشیدن آن سردرد نشوند و نه از هوش می روند. و فاکهة مما يتخيرون
و این خادمان برای جنتی ها بیارند هر نوع میوه را که می خواهند ولحم طیر مما یشتهون و گوشت پرنده از هر نوعی که پیسندشان باشد وحور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون و برای آنهاست حورانی زنان شهل و چشم مانندی مرواریدهای در صدف پنهان کرده شده جزاء بما كانوا يعملون این همه نعمت‌هایی که برایشان داده می شود مکافات عمل‌های نیک است که در دنیا می کردند لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما در جنت نه سخنی بیهوده می شنوند و نه حرفی که گفتن آن گناه باشد إلا قيلا سلاما سلاما جز سخنی که سالم از این عیب‌ها باشد و به یکدیگر سلام گویند وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين و اهل سعادت چی بزرگ است مکان و پاداش آنها في سدر مخضود وطلح منضود در زیر درختان سیدری بخار و درختان موز یعنی بنان که میوه هایشان بر یکدیگر چیده شده اند وظل ممدود وماء مسكوب و سایه دائمی و آبی جاری وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة و در میان میوه های فراوان هستند که نه تمام می شود و نه منع می گردد وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا و بسترهای بلند ما بیافریدیم زنهای اهل جنت را غیر آفرینشی که در دنیا بودند یعنی آفرینشی کاملی که نابود نمی شوند و آنان را دوشیزه یعنی بیکر گردانیدیم نزد شوهران دوست دارنده همسن و سال لأصحاب اليمين ثلة من الأولين همه این نعمت‌ها برای اهل سعادت است گروه بسیاری از پیشینیانند وثلة من الآخرين و گروه زیادی از پس آمدگانند وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال و اهل شقاوت آن بدبختان چی حالی بد دارند في سموم وحميم در باد گرم جهنم و آب جوشانند وظل من يحموم لا بارد ولا كريم در سایه دود سیاه که این سایه نه خنک باشد و نه با عزت إنهم كانوا قبل ذلك مترفين همانا اهل دوزخ پیش از این در دنیا در ناز و نعمت حرام بودند و سرکشی میکردند از آن چیزی که پیامبران برای آنها آورده بودند وكانوا يصرون على الحنث العظيم
و همیشه بر گناهی بزرگ یعنی شرک دوامت میکردند و نیت توبه نداشتند از شرک و گناه. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. و می گفتند آن منکران روز قیامت: آیا زمانی که ما مردیم و خاک و استخوان شدیم آیا باز ما زنده می شویم؟ یعنی به زنده شدن دوباره باوری نداشتند. أو آباؤنا الأولون. آیا پدران نخستین ما نیز زنده می شوند؟ قل إن الأولين والآخرين. بگو ای پیامبر البته همه را اولین و آخرین فرزندان آدم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. بیگمان در وعدگاه آن روز معین یعنی روز قیامت جمع کرده شوند. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. سپس شما ای گمراهان راه هدایت، دروغ شمارندگان وعده و عذاب الله، لآكلون من شجر من زقوم. حتما از درخت زقوم خواهد خورد، یعنی بدترین درخت. فمالئون منها البطون. و شکمهای خود را از آن پر خواهد کرد. فشاربون عليه من الحمیم. و بر بالای آن آب جوشانه که تشنگی را نمی شکند خواهد نوشید. فشاربون شرب الهیم. و مانند شتران مبتلا به بیماری تشنگی می نوشد. هذا نزلهم یوم الدین. آن چیزی را که دوچار می شوند از عذاب ضیافت است که تیار کرده شده است برای آنها در روز قیامت. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ما شما را ای آدمان از نیستی به هستی آفریدیم، پس چرا از نو زنده شدن را باور نمی کنید؟ افرأیتم ما تمنون. آیا شما می بینید آنچه آب منی را که می ریزانید در بچه‌دان زن؟ اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. آیا شما آن آب منی را به صورت انسان می آفرینید یا ما آفریده ایم؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. ما معین کردیم در میان شما مرگ را و هرگز عاجز کرده شده نیستیم. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. از این که تغییر دهیم خلقیت شما را در روز قیامت و شما را به صورتی که از آن بخبرید از نو بیافرینیم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. و همانا شما خوب دانستید که الله تعالی نخستین بار شما را از نیستی آفرید، پس چرا قدرت الله را به یاد نمی آورید بر آن که او قادر است شما را دوباره خلق می کند؟ افرأیتم ما تحرثون. در آن چیزی
کیشت میکنید اندیشیده اید؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون آیا شما میرایانیدش از زمین یا ما رایانیده ایم؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون اگر میخواستیم هر آینه آن زراعت را گیاهی خشک و در هم شکسته میگردانیدیم که از آن فایده نمیدیدید، پس در این حال تعجب کنان میگویید إنا لمغرمون البته ما زیان کرده و عذاب کردگانیم، بل نحن محرومون بلکه ما از رزق و روزی بی نصیب ماندگانیم. أفرأيتم الماء الذي تشربون آیا در آبی که می نوشید اندیشیده اید؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون آیا شما آن را از ابر فرو آورده اید سوی زمین یا ما فرود آرندگانیم؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون اگر می خواستیم این آب را شور می گردانیدیم که از آن فایده نمی دیدید، پس چرا شکر پروردگارتان را بر فرود این آب شیرین نمی گویید؟ أفرأيتم النار التي تورون آیا در آتشی که از شاخهای درخت می افروزید اندیشیده اید؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون آیا درختش را شما آفریده اید یا ما آفریننده ایم؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ما آن آتش را که می افروزید خوشدار از دوزخ برای منفعت مسافران راه گذر متاع ساختیم. فسبح باسم ربك العظيم پس با پاکی یاد کن ای پیامبر نام پروردگاری بزرگت را. فلا أقسم بمواقع النجوم سوگند، یعنی الله سوگند یاد کرده می گوید سوگند با جایگاهی فرو رفتنی ستاره ها در غروبگاه آسمان. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم و این هر آینه خیلی سوگندی بزرگ است اگر بدانید. إنه لقرآن كريم البته این قرآنه که به محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است، قرآنی بزرگ و گرامی قدر و فایده آور است. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون در کتاب نگه داشته شده است که از چشم خلق پوشیده است، یعنی و این کتاب پنهان لوح محفوظ است که در نزد الله و فرشتگان منزلت بزرگ دارد. دست نمی رساند به قرآن مگر فرشتگان گرامی قدری که الله تعالی آنها را از آفت و گناهان پاک گردانیده است. یعنی و این چنین دست نمی رساند قرآن را مگر کسانی که پاک هستند از شرک، جنابت و بی‌طهارتی. تنزیل من رب العالمین این قرآن کریم نازل شده است از جانب پروردگار جهانیان.
یعنی پس آن حق است. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. آیا نسبت این کلام سستی و بی‌پروایی میکنید و به جای شکر نعمت‌هایی که الله به شما داده است شمایان آن را دروغ میبرارید و کافر میشوید؟ یعنی در این آیت این کار است برای آنهایی که بی‌پروایی میکنند به امرهای قرآن و اعتبار نمیدهند به دعوت آن. فلولا إذا بلغت الحلقوم. پس چرا هنگامی که جان به حلقوم میرسد توانایی بازگردانیدن آن را ندارد وأنتم حينئذ تنظرون. و شما در این هنگام حاضر هستید و می‌نگرید، البته نمیتوانید. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. و ما از شما به او نزدیکتریم ولی شما نمیبینید. فلولا إن كنتم غير مدينين. پس اگر میتوانید این که در برابر اعمالتان جزا داده نمی شود ترجعونها إن كنتم صادقين. اگر راست میگویید آن روح را بازگردانید. هرگز نمیتوانید. فأما إن كان من المقربين. پس چون مرده از مقربان درگاه الهی باشد، یعنی از نزدیک شدگان درگاه الهی باشد، فروح وریحان وجنة نعیم. پس برای اوست هنگام مرگش رحمت و آسایش و گل خوشبوی و بهشتی پرنعمت در آخرت. وأما إن كان من أصحاب اليمين. و اما اگر مرده از یاران راست یعنی اهل سعادت باشد، فسلام لك من أصحاب اليمين. پس گفته می شود به او سلام و امان باد به تو از جانب یاران راست یعنی اهل سعادت. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حمیم. و اما اگر مرده از دروغ شمارندگانی بحث و گمراهان راه هدایت باشد پس او را به آب گرم و جوشان دوزخ مهمانی کنند. و تصلیة جحیم. و سرانجام او در افتادن به دوزخ است. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. البته این خبرهایی که ای پیامبر به تو ذکر کردیم همه راست و درست است. پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی و او را پاک شمار از آنچه ظالمان میگویند. شما ترجمه معنای سوره واقعه یعنی قیامت را شنیدید. در مکه نازل شده است و از 96 آیت عبارت است و این از قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی گرفته شده است. کجای اگر ترجمان و یا ما به خطا راه داده باشیم طلب دعا میکنیم که الله تعالی ما را بیامرزد. آمین.